کمیل پسرم میای بریم؟ نه بذار 5 دقیقه بازی کنم. باشه بازی کن. کمیل چقدر بابات مهربونه، اصلا دعوت نمیکنه. بابا 5 دقیقه شده، میای بریم؟ تو رو خدا بذار بابا 5 دقیقه بازی کنم. باشه بازی کن. ببخشید آقا، شما چه حوصله‌ای دارید؟ 10 دقیقه است دارید بچه‌تون رو صدا میکنید انگار نه انگار. من در مورد پسرم صبرم خیلی زیاده. بعد اون وقت فکر نمیکنید بچه‌تون لوسوار میاد؟ البته ببخشید. چند سال پیش پسرم سام سر یه حادثه از بین ما رفت. هیچ وقت بهش فرصت 5 دقیقه بیشتر بازی کردن رو تو پارک بهش ندادم، چون فکر میکردم این منم که دارم فرصت 5 دقیقه بیشتر بازی کردن رو بهش میدم، در صورتی که اون بود که داشت فرصت 5 دقیقه دیده شدنش رو بهم میداد. 5 دقیقه که دیگه هیچ وقت تکرار نشد.